حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. خرید و فروش کردن از نیازهای همه روزه انسان هاست و آن چیزهایی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه همیشه دارای صفت اعلا، بلکه بعضا امکان دارد در آن عیب و نقصان های موجود باشد. چه آن چیزی که از جانب فروشنده به فروش گذاشته می شود و آن چیزی که مال و یا هر چیز دیگر که از جانب خریدار تقدیم می شود امکان دارد که عیب داشته باشد. در این صورت از نگاه دین و ایمان موظفند که هر دو جانب اگر آن مال و متاعشان دارای عیب و نقصانی باشد آن را برای جانب دیگر بیان کنند. در این مورد فرستاده خدا درود و پیام خدا بر ایشان باد حدیثی دارند که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از روایات عبدالله بن عمر که ایشان فرمودند: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. یعنی خریدار و فروشنده مادام از هم جدا نشده اند اختیار دارند که این معامله را انجام دهند و یا انجام ندهند. اما اگر انجام دهند و در آن نقصان و عیبی باشد فإن صدقا و بینا، اگر راست گویند به یکدیگر راست گویند و عیب و نقصان آن مال و متاعشان را بیان کنند بگویند، بورک لهما فی بیعهما، خداوند در سودای آنها برکت عطا می کند. و این کذب و کتم محقت برکت بیعهما، و اگر دروغ گویند و عیب متاعشان را بپوشانند خداوند برکت را از تجارت آنان، از سودای آنان بر می دارد، نزع می کند. پول و مالی که درآمد می کنند به این شکل بی برکت می گردد. از این خاطر این حدیث برای شخصی که می خواهد چیزی بفروشد و یا چیزی را خریداری کند و در عوض پول می خواهد بدهد و یا چیزی می خواهد به شخص فروشنده بدهد که دارای نقصان و عیب است، هر دو جانب را می باید عیب و نقصان چیزی داشته اشان را برای جانب دیگر پر بیان کنند تا از یکدیگر فریب نخورند و تا از یکدیگر ضرر نبینند و تا بین یکدیگر، بین مسلمانان نزاع و عداوت و کینه ایجاد نگردد. به امید حاصل گشتن برکت در کار و تجارت و به امید مطابق سازی معاملات با تعلیمات دین مبین موفق و مؤید باشید دوستان عزیز. خدا یارتان.